کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهرک چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کیست؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشه. رئیس. بس مایل شوکت امشب در اینجایی است. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو. استاد. مایلش استاد. شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنونم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا گوش کن. درون خانه میدروی و نمیبروی. محکم کن. مایلش استاد زود بیایید. هجری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جایه با مسجد بیرویم صحبت کنم. بیا صحبت کنان میرویم. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد. با من اجازه دهید تا همش رو فهمونم. تو اینقدر ترگب بوده ای؟ یک دم خب کن دمت رو گرفته شین. سردارم من اویدی کیلز معلومات پیدا کرده میتوانم. علی کبوتر در محبس دوستی کیلز بود. شاید او یگان معلوماتی دارد. وای کلت کیلز کبوتری او را خلاص کرده بود دریا دارید. برای همین کبوتر شاید که با کلت کیلز یاری داده باشد. اینجا بیا دستونت رو نزدیک کن. برادر خوبی من از من دور کرد فهمیدی؟ بار دیگر در نزدم نیا. رف پرس و پاچی خواستگت رو کن. از موشی فرا رحمت سردارم از باوریت تا نمیبرایم. رحمت سلامت باشی. دریا داری همیشه دروغ میگفت. دریا دت هست؟ دریا دارم. دروغ گو. انا این میشود دامادی دروغ گو. زورو جون خنده نکن. من تو سحر خواب نکرده اینها رو دیده بر اومدم. تو باشی میخندی. دیده استادم لیکن به میسی تو در هیجان نیستم. این تر باشد بیا میرویم. رفتیم برایم حاضر هوکن میآید. اوه بچه هوکنش کیست؟ من فراموش کردم که به تو گویم. هوکن لایه کش میباشد. نواری لایه شناسی همون رو میسازد. خلاص رولی دامادی ساخته رو بازی میکند. دوگانه جان خاطر نشو. از دلم حس کرده ایستادم که این کار رو حل میکنیم. والله قسم. آیا این حس به حس کنی اول ما ندی ندارد؟ بایدم نور همه خوش و خرسند. زهرا تو رو خیلی شد که خندون ندیده بودم. میخندی ها؟ خنده با تو زیبنده است. به شما چی لازم بود آقای چقدر؟
سیرین من میروم. تو همه چیز رو جمع کن بعد بیا. سلی چی شده ایستاده است؟ آقای چقدر یگم گپ شده است. چی کار کرده ایستاده؟ اویدی چی پرسیده ایستاده؟ ما در حقیقت کار داریم. میدونی من زهرا رو بسیار دوست میدارم، لیکن تو باشی به من یاری نداده ایستاده. به شما چی طور یاری دیم؟ چه خیلی که من به تو یاری میدهم همین طور. آقای چقدر ما اویدی لایحه همکاری داریم. اینجا یاری شما چی دخل دارد؟ اگر من نمی بودم به پای ایستاده نمیتوانستید. از این پیشتر چند کارو برباد دادی میدونی؟ زهرا برای همکاریمون زیادیت نشون داده بود. میبینم که رفتارش درست بوده است. سلیم تو مرا خطا فهمیدی. زهرا برای خاطر من این همکاری رو دوام داده ایستاده است. اگر شما کار رو با دیگر چیز آمیخته سازید ببخشید، در بین یگان خاطر بینی نمیموند. از من تنها گفتن است. سیرین کجا شدی؟ بخشش دوگانه جان، تو رو انتظار کردم. با چغتای بسیار صحبت نکن. با همه چیز دخالت میکردگی شده است. من با او همکاری رو قطع کردن میخواهم. زهرا جان تو خودت میدونی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. این کجا شده؟ آنا آقای حقم آمد. کنی بیاید. سلام. سلام. زهرا تو هستی؟ نه سلین. زهرا. از شناسایی شدم. اویدی به نوارگیری سریال آنقدر معلومات ندارم، لیکن میخواهم که از اول خواسته هایم رو به شما بگویم. معاشم در هر قسم چندی است؟ میبخشید از آن ما از یک قسم عبارت است و چقدر دوام کردنش معلوم نیست. همین طور؟ همین طور است. این فیلمی بدهی است مگر؟ نه فیلمی حجتی. تو بکردم. میز رو ببین چه خیلی زیبا است. وای نور نیست؟ در کجا بنشینیم؟ با خدا کی وای است؟ کی از امریکا آمد؟ زهرا به خدا پیدا کردیم. چی؟ داماد را یافتیم میگویم. آقای حقم به شما تشکر میگویم. باز ما با شما تماس میکنیم. دویم همین خیل میشود. ما رو همیشه دعوت میکنند، همین که نرخم رو میگویند، بعد زنگ میزنیم. گفته با من زنگ نمیزنم. تشکری زیاد. نزروید. آنور. ببخشید یک دقیقه. کمی پیشتر با خانمان چی گفتگو کردید؟ بخشیش شما کی هستید و برای چی میپرسید؟ من راهبر آنها میباشم. نور؟ من حضور میگویم مایلش. وای 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 زهرا خوش آمدی. چی حال داری؟ روز بخیر. سلیم. ای خدا این چی تصادفی خوش است؟ دوستم ما رو فراموش کردیم. من شما رو فراموش نکردم. اگر شما نمی بودید دانشگاه رو من ختم نمی کردم. کنی نقل کنی چی کار کرده گشتی؟ آنور جان تو رو در آسمان جستجو داشتیم که در زمین بوده ای. بعد تو احتیاج داری. سیرین چی کار کرده ایستاده ای؟ میلیس لابای با چقدر مناسبتت چگونه است؟ در روزهای نزدیک از آنی من می شود. باستون باور می باشی چقدر از زهرا کنده نمی شود. کنده می شود. حالا می بینی خواهشی من می شود. می بینی. سلام دخترها. این کی است؟ نمیدونم. شما کی هستید و در اینجا چی کار میکنید؟ من شوقت. خیلی خرسند شدم. شما زیبا، هوا زیبا، حوض زیبا، آب خنک است. لباس آبازی ندارم، لیکن بخشش یک دانه انگور گیرم. انگور رو دوست میدارم.
ملیس این شخص کیست؟ مادر جان من نمیدونم. آرام شوید آرام. من خیلی دامولا هستم خانم. به خانه شما مهمانی آمدم نزدی دامولا. نابکار تو در اینجا چی کار کرده ایستاده ای؟ خودم رو برهنه حس کردم. استغفرالله این طور حس نکنه. تو راه گرد و تو حس میکنم. برادر جان نکی تو در بیشت افتاده ای. بخشیش راه گرد. توبه خودش کم بود که مهمانش را آورده است. دخترها خانه دروید. حاضر. ملیس برخیز. این طور باشد من هم روزی به خاطر شما. در دلتان یگان کس را دارید؟ یعنی برای مشکلی پیش آمدنش میپرسم. یگان دوست داشته ندارم. آزادم. در دل من به کسی جای نیست. من نزد دوستانم روم که عیب شدنش ممکن. این بخوری خیلی مهم است. پگاه باز و میخوریم. اجازه دهید. این طور باشه تلفن میکنم. خوب تشکر زد. البته خانم. سلین مایلش خیر. سلامت باشی. دوستم برای همش تشکر. بسیار خوب. سلامت باشی. تو بازدید. سلامت باشی. سلام خانمان. فکر میکنم که این برادر هم ارتیست است. کاری ضرورتان همین بود؟ برای شرکت نوار شناسایی آماده ساختید. برای چی با من نگفتید؟ شاید من هم یاردم میدادم. چی؟ با اون پسری که با شما هم صحبت شد گپ زدم. تو با کاری ما چی کار داری چقدر؟ ها؟ تو ما را تعقیب کرده ایستاده ای؟ ما رو به حال خودمون گذار فهمیدی؟ مایلش تمام. اما اگر یگان کار داشته باشید نداره. تو بزدی. از هر کجا پیدا می شود؟ هیچ گپ نه زهرا جان. داماد رو پیدا کردیم. دیگر همش سفسته. من به تو 100 مرتبه نگفتم که در اطراف نگرد. از اینجا نبرا گفته بودم. برای چی از اینجا برآمدی؟ برای گرفتن هوای تازه برآمدم. چل هوا؟ در خانه تو هوا نمیرسد. شد بس. استاد شام بخیر. زهرا جان شام بخیر. به فکر مهمان دارید؟ بله مهمان دارم. خوش آمدید. خوش باشید. شام بخیر. زهرا در کجاست؟ باری آخر با امام در صحبت بودنش دیده بودم. با امام؟ علی جان میدونی که ما امام داره. نشیده خانم، امام را نیز به خوراک دعوت نمایید. تنها همین نمیرسید. در خوراک اویلوی امام چیکار داره؟ با طبق خوراک را جمع نموده به نزدش ببرید. نشیده خانم، به فکرم نشونیدید؟ امام را نیز به خوراک دعوت کنید گفتم. چرا انتظار هستید؟ مایلش جانم. یکون چیز بگو. گپ خط نشید. چی گویم؟ پدر جان، به فکرم به خوراک اویلوی بیگانه را دعوت کردن کمتر ناخوش است. باز شما خوبتر میدانید. من نمیدانم. پدر جان شاید این از روی آداب نباشد. زهرا در کجا بودی؟ بابا جان کمتر کارم بسیار بود و راه سیر ماشین بود. عذر میخواهم. زهرا جان لبه بابایت امام را به خوراک دعوت کردند. بابا جان شما یک تای من. او با مهمان هایش بود. ها؟ نشیده خانم، مهمان امام را نیز دعوت نمایید. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. بایش جایتان. بله برادرم. بار اول در خانه نومان چای می نوشیم. شوکت برای چی خانه همان گفته ایستاده؟ یک شب میستی و از اینجا میروی. تو اینجا را صاحب شدی؟ تو برای چی دایی ما این طور میگویی؟ ما رو رنجونده ایستاده ای؟ تو در اینجا تنهایی چی کار میکنی؟
ба ту ҳамдард рафиқ лозим аст. ҳамдард? ту? аз ту ҳамдард намебарояд, аз ту танҳо дард мебарояд. худам бар сарам як дунё дард дорам. полис унал девонавор маро ҷустуҷӯ дорад. аз ӯ паноҳ мешавам гуфта имомӣ карда истодам. дар кӯдакиам кошки ба курси қуръон мерафтам. дар ҳадди ақал дуоро меомӯхтам. имоми сохтакор намешудам. ин кор душвор аст? албатта душвор. дар як умр намози нахондагиатро дар як рӯз хонди? оби таҳорат хунук нест? хунук? асосан саҳар об хунук аст. бовар кардам ки ту таҳорат карда пой ба таҳорат ба масҷид меравӣ. нобакор беақлона гап назан. бетаҳорат намоз хонда намешавад. намоз кори ҷиддӣ аст. худо мезанад девона. ту тамоман намозхонаи маро напурс. канӣ бигӯ қиморбозиро бас кардӣ? чӣ хел қимор? бародар, ман тавба кардам, намедонистӣ? хаб кун, хаб. ту чӣ тавба кунӣ, чӣ накунӣ? домуло шом бахайр. оғои акрам шуморо ба хӯроки шом даъват дорам. фаҳмо, меоем. ташаккур. саломат бошед. ташаккур. оғо, шом бахайр. хуш омадед. барои даъвататон миннатдорам. марҳамат. ташаккур. марҳамат. шом бахайр. хуш омадед. гузаред. مرحمت. سلامت باش. من دیگر صبر کرده نمیتوانم. اگر ما ناراحت کرده باشه میتوانیم برویم. استغفرالله حاجی دامن، شما میهمان من میباشید. آقای اکرم از شما خیلی منت دارم. هیچ گپ نیست. مرحمت، با اشتهایتون. بخشش من حاضر میآیم. لابای تو در کجایی؟ در حوالی هستی؟ تو که نآمدی من آمدم. در اینجا چی کار داری؟ در اینجا چی کار دارم؟ برای بردن تو آمدم. با یک شرط می روم. در نزد همه از بابایم عذر می پرسی. آقای اکرم برای دعوتتان تکرارا تشکر میگویم. تواضع و دستگشودیتان نشان میدهد که انسان برای انسان بودنش در نزد شما قدر کرده می شود. انسان برای انسان بودنش با قدر است. مال، مول قدر آن را زیاد کرده نمیتواند. مرحمت با اشتهایتان. انا برای چی عذر پرسم؟ با او چی کار کردم؟ در شب زاد روز ظهر چی کار کردنت رو فراموش کردی؟ زنک جان برای چی فقط همین گپ رو میگویی؟ میدونی که کار داشتم. کارت تمام شد؟ کلاس رو دستگیر کرده توانستی؟ نه دستگیر نکردم لیکن دستگیر میکنم. این طور باشد اول او رو دستگیر کن. حله زنک جان التماس. اونال مرا گوش کن. تو این آدم رو دستگیر ننمایی، رفتارت دیگر نمیشود. این رفتارت مرا غمگین میکند. اول رفته کلاست رو دستگیر نمو، بعد برای بردن من بیا. شرط و شرایط من همین است، فهمو؟ حله جونکم. چخیلی که مولانا گفته است
بسیار آدمان را دیدم که در تن لباس ندارند. بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نیست. مرحمت. تکرارا تشکر میگویم. ما را شرفمند کردید. سلامت باشید اکای اکرم. برای گوشویرا منت داریم. ممکن است که پیانینا رو ببینم. پیانینو؟ ها. مرحمت. تشکر. حلالت بود برادرم. دهانی همه مک شاده مانده نمیتم. با تو فخر کردم. ای شوکت، بیهوده گپ زنی رو بس. من با نمازی خفتم میرم. خدا نمازهایت رو قبول کند. سلامت باش. پیانین نواختنت رو میدونستم، لیکن گپ های وزنین رو کی آموختی؟ تو چی گفتی من تماما نفهمیدم. یک سخنی رو که وای لباس آدم بود چی بود؟ راستی گپ نفهمیدم. شوکت، همه اونها رو از این دفتر پیدا کردم. خاطره استاد می باشد. تو هم در وزنینی موندی برادر.
نه من به تمام حیاتت عوض می شود. مجبور هستی که به خارجه روی، آدمان دیگر، فرهنگ دیگر. از همه مهمش از جستجوی خواهرت دست میکشی. شوکت، با تو یک چیز میگویم. از جستجوی خواهرم هیچگاه دست نمیکشم. او به جستجو پیدا نمیشود، لیکن پیدا کرده جستجو کننده میباشد. من هیچگاه از جستجوی خواهرم دست نمیکشم. من رفتم. مایلش، خدا نگهبانت. الا جون صحت شده است. کنی بیا بیا. شام بخیر. شام بخیر. اکا در کجایی؟ داملا کمتر صحبت میکردیم. آقای خلیل، کاری ضرور دارم. یگان شام دیگر میآیم. شام بخیر. داملا پرسیدن عیب است و یک چیز پرسم. آقای ایرول، اگر پرسیدنش عیب باشد برای چی میپرسید؟ شام بخیر. این چه خیلی داملا است؟ با یگان سوالمون جوابی نمیدید. ایرج، از خدا ترس. نخواد از خفای کسی که نماز میخونی باز غیبت کنی. عجب و چی کار داشته باشد؟ بیا از قفایش میپوییم. آخر گناه هست. خیلی بیا میرویم. جامه و سالش رو برآورد. اکه هجری دیدید؟ شب بخیر. آقای انگین در همینجاست؟ او در اینجا نیست. اکا چی خیل؟ روزی گذشته اومده؟ همین روزی گذشته خانه رو خریدم. خدایا، شب بخیر. اکه هجری ببین، همه جا رو نظارت دارد. برای چی این طور میکند؟ نمیخواهد که یگان کس ببیند. اما من فهمیدم که استاد جا چی کار کردن میخواهد، چی کار میکند. بعد میفهمونم. بیا رفتیم که باز نبیند. بیا میرویم اکه هجری.
لابای شام بخیر. آقای ایرو رو میجویم. آیا در همینجا زندگی میکنه؟ یک کوچه پایین‌تر از طرف همین خانه میباشد. با اونجا چقدر رفتن ممکن؟ از اینجا پایین‌تر میروید به کوچه راست گردید. خانه چهارم میباشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. راه سفید. السلام. چی میخواهید؟ یک چند روز پیشتر اومده بودم برای شناسنامه. فهمو میدونم. آقای انگین ناومدن. دیروز زنگ زد. نصیب یک روز پس میآید. تشکر. با خدا که شبانه از حال تمام خانه های یتیمان و بیچاره ها استاد زیاد خبر میگرفت. ما این را با چشم خودمون دیدیم. ما که اجری با خدا که با چشمان خودمون دیدیم. از این برمیآید که شبانه این کار را میکرده. بله. با خدا آدمی نیک بودنی داملا را میدانستم. با دست راستش خیر میکند، دست چپش نمیبیند. من باوری نداشتم. خودم رو عیبدار حس کردم. استادم سلامت باشم. در اونجا ما با اشتهای تو کودکو بیوید شیری نکنی. من امروز تارتایمون بپول کنی دروید. مرحمت دروید. شینید کنی اینجا شینید همه شینید. مادر جان اینجا چی شده ایستاده است؟ نپرس دخترم. ما از چیزی خبر نداشته ایم. استاد زیو که تو از او خوش نداری و ما درس انسانی داد. درسی از احوال کم بغل خبر گرفتن رو و با اونها یاری دادن رو یاد داد. نفهمیدم. آیدی چی نقل کرده ایستاده اید؟ استاد زیو گفته ایستادم. استاد زیو بعد نماز خوندن پنهان کرونا با کم بغلان برای کمک و چرا دارو میزدن. همان آدم؟ بله. بیتول جان بیهوده گناهش رو گرفتی. گوش کن. اگر تو به ما یاری دیهی ما هم به تو یاری میرسونه. کالتا کیلاس در کجاست؟ در پشت. مرا مسخره میکنی؟ این رو برد. یک دقیقه حاضر او را به گپ می‌دارم. نه. اگر جای کلاس را به من نگویی کله کبوترت را میکنم. سرده او را وگرنه تو را میکشم. او را سرده. سرده او را میگویم. منش میگویم. او را بگو سرده. در خود کله این خوش را یک را من از سر جدا کنم. تو در اینجا چه کار کرده ایستاده؟ تو رخصت مهنتی گرفته بود؟ این باید شما سرداری من نیستید. سرداری من کمیسر اونال است. او میتواند به من امر دهد. شما امر داده نمیتوانید. همین طور نه کمیسرم؟ السلام علیکم. خوش آمدید استاد. سلام علیکم. اینجا چی شده ایستاده است؟ داملا ما رو در حیرت گذاشته. چی گفتن ما رو نمیدانیم. خوش باشید اینجا است. با خیرخواهیتون ما را در حیرت گذاشته. برای چی تا سحر به فقیرها یاری دادنتون را از ما مخفی نگاه داشتید؟ اگر هجری و آغوز نمی بود ما بیخبر میموندیم. شما ما را تعقیب کردید. ما با مردم محله خودمان جمع شده برای یاری پول جمع کردیم و برای تقسیم کردن این قوطی ها شما را انتظار شدیم. استاد به دعای خیر شما. آمین تقسیم میکنیم. داملا
یک صاحب کار این یاری مخفیتون رو شنیده درس عبرت گرفته است. اوبا وای هم شنیده است؟ وای با شما وا خورده خیر کردن میخواد. این سراغش. هجری جان به استادمان یاری ده. پدر من هم همراهشون روم. مایلش پسرم. این شخص کی بوده است؟ یک صاحب کاری محل ما. مایلش من رفته با میخورم. کنی شما از پیش بذارید. روید. راهی سفید خدا یارتان باد. ایشان را حرمت کردم گلویمان را خفه کرد، لیکن نام من نمیک می باشد و قصدم را میگیرم. دانستمان. شما تا سحر من را تعقیب کردید. شما دیگر کار ندارید. لابای زهرو. نور این بگاه اومده میتوانی؟ نه تماما تو خواطر نباش جانم. همین که من وعده دادم البته که میایم جانم. مایلش تو دیدار. تمام مایلش احتیاط کن زهرو. خیر تو بگو. زهرو؟ زهرو؟ کیست؟ بابا جان. لبای جانم؟ شما رو با یک نفر شناس میکنم گفته بودم. بله گفته بودی؟ این شما شناس میکنم. همین رو گفتنی بودم. نخود این بسیار خبر خوش می باشد. بسیار خوب. بیا خانه درو کنی؟ همه اینجا جمع شوند. شما هم بیایید. چی شده است؟ پدرت باز بروی چی داد زده ایستاده است؟ پدر جان یگان چیز شد؟ بله شد. بسیار واقع عجیب شد. امروز زهرا جانمان شوندهش را با ما شناس می کند. زهرا این بهترین خبر است. برای همین بیگاه همتان را در اینجا انتظارم. فهما؟ کی باشد؟ ما میشناخته باشیم. مادر برای چی ما از این خبر نداریم؟ در اصل برای چی تو خبر نداری؟ اگر این کار میشد بسیار آسان میشد. زود حل بکرده. لیکن عشق بسیار دشوار است. من در این حیات چیزی از عشق دشوارتر ندیدم. اگر نشود نمیشود. تو دوست میداری وای دوست نمیدارد. این طور شدنش ممکن است. این چیزی خرید و فروش میکردگی نیست. با پول نمیشود. من همچنین عذاب را کشیدم. دیدی که نمیشود. خودکشی میکنی. از پیشانیت میپرانی. عذاب عشق را من میدانم. شما خوب هستید؟ اوکی کانون. زنها مردای قهرمان را دوست می‌دارند. چنگیز با برادر چقدر یاری دید. او را قهرمان کنید. مایل شکا. با من کی بودن زهرا رو نگویی به هیچ کجا نمیروی. تو دیوانه ای ما سال گذشته جدا شده بودیم. مرا غم نده. آنور تو برای همون زن شده از من رفتنی؟ تو دیگر کار نداری ها؟ من و تو از هم جدا شدیم. فهمیدی؟ آنور حالا تو میبینی.
شما رو تکرارا دیدم بسیار خوش است. از این برمیآید که در یاد دارید؟ البته در یاد دارم دامولا، چون این مردان خدا را چه در یاد نداشته باشم. لازم نه. این بچه ها شاگردهایتان هستند؟ هجری دست بوسه نکن. شنیدم که یک امام به تمام فقیران محله یاردن میداد است و من هم خواستم که حصه خودم را گذارم. سوکرا بیار. در باخری گذشته درک کرده بودم که شما امام خیرخواه می باشید. دامولا در گوشم یک چیز گفته بودید یادتان است؟ دامولا در اینجا 50,000 لیره می باشد. انشالله. محکم کن. در اصل 20,000 لیره دادنی بودم، اما غیرت شما را دیده 30,000 دیگر زم کردم. التماس این کمک ناچیزی ما را به اعتماد رسانید و در حق ما دعا کنید. دیده در حقیقت ما رو در غفلت گذاشته. کم بغلان بسیار خرسند می شوند. استغفرالله داملا، استغفرالله. خدا از شما راضی شود. شما کار دارید، وقتتون رو نگیریم اگر اجازه دهید. بفرمایید داملا. رفتیم. تشویش نکش، من خودم. تشکر. داملا بیدرک نشو. هجری این سمکه رو گرفته راست با محله روید. من می آیم. نظارت کنید. ما همش را به اینا باید گرفتیم. بسیار خوب. اکنون دور روید. دور ایستید که درک نکند. ها، دروغ بودگیش معلوم نشود. کاری کنید که مرا پی نبرد. میدهیم و شما اومده او رو خلاص میکنید. فهمو؟ اینها کجا شدند؟ خاموشید! خاموشید! اسبایهایش بردار! اسبایهایش بردار! چی شده ایستاده است؟ سرده مرا! گم شوید! دم شوید! زهرا
تشکر زیاد. تشکر. نترس، من همینجا. خوب هستی؟ تشکر زیاد. زخم داشتید؟ هیچ گپ نیست، زخمش خوب است. التماس به بیمارخانه روید. نه لازم نیست، من بیمارخانه رو دوست نمیدارم. من در داروخانه مرهم میمالم. خیر نباشد به کارخانه من میرویم. ها در آن اونجا آنقدر دور نیست. التماس. مایلش التماس رفتیم. خود را تشویش نمیدی. انا بخیر. زورا جون تو رو یک دقیقه ممکن است؟ استاد بخشش حضور میآیم. فهمو. چی شد؟ زورا جون وای مرد کیست؟ از کجای شناس می نموید؟ استاد زیاد امام مسجد محل امام در خانه ما زندگی میکنه. در خانه شما زندگی میکند؟ تو با پلیس زنگ زدی؟ زنگ زدم. یزنا در راه اومده ایستاده است. خوش آمده. خانم زهرا در کجاست؟ زهرا خانم. یزنا. خوب هستی؟ یکم زخم نداری؟ با زنگ زدن سیلین زود آمدم. سیلین سلامت باش. هیچ گپ نه. تشکر. من خوب هستم، خاطر نشوید. یگان کاری بر شدنش ممکن بود اما استاد زیو خلاص کردن. در روزهای نزدیک آن بیناموس را دستگیر می‌نماییم و باید جای حادثه را از نظر گذرانیم. زیو بود چی بود؟ استاد زیو. من باید به او واخورم. حالا باید در همین جا هست. بله یک دقیقه. بزلان استاد زیو رو ندیدی؟ من ندیدم خانم زهرا. رفیقان مهمون داشتم استاد زیو ندیدی؟ تو کجا رفته باشد؟ حاضر در همین جا بود. شاید به نماز رفته باشد. آیا شما تلفن وای دوملو زیو رو نداره در دستتون؟ آقای مامور من خودش رو میدونم لیکن رقم تلفنش رو نمیدونم. یزنا بعدتر خودش به شما زنگ زنم میشود پرابلم نیست. یزنا به شما من گپ دارم. نترسید. آن بیناموس ها دیگر به شما ضرر نمیرسانند. من نگهبان تو هستم. نترس. آقای مامور خطا کرده ایستاده. جب دیده دوگانه یعنی وای فرق ندارد اما شما من فکر میکنم که برای دوگانه تان ترسیدید. نترسید. سرژانت مایور یعنی یاردمچی کمیسر لونت نمیگذارد به شما ضرر رسد. یک چند سوال دارم. یزنا التماس بابایم از این خبردار نشوند خواهش میکنم. التماس. مایلش اما جای حادثه را باید بینیم.
аввалан номатонро мегуфтед? селен. Салим? селен. селен. номатон аҷоиб будааст. акнун рақами телефонатонро гӯед, лозим мешавад. рақами телефонамро оғои Унсал доранд. ин тавр бошад, аз телефони оғои Унал ба ман занг занед. рӯз бахайр, худо ёратон бод. наистед, кани аз пай кор шавед. ба устод зиё пули хайрияро овардем. хайрат чӣ? як соҳибкор ба устод зиё 500 000 лира хайр кардааст. 500 000? бале. ҳоло он пулҳо дар дасти якаи ҳиҷрӣ мебошанд. селин, ман сахт тарсида истодам. боз ягон мушкилӣ нашавад. сафсатта нахон, барои чӣ мушкилӣ шавад? дар охир шахс дар кораамонро пайдо кардем. ҷонам, ту хавотир нашав, ягон кас аз ягон чиз хабардор намешавад. гӯё ки ту дар ҳақиқат оила барпо карданӣ ба ҳар ҳол душвор аст. ба фикрам омад. خوش آمدید خانم، زورا شما را انتظارند. نور، خوش آمدی. دوستم خوش آمدید. سیلین، دوستی چی؟ سفسفه نگو. سلام آقای آنور. سلام. زورا باور کند گفته گل هم آورده است. چی کار کرده ایستاده ای؟ میشنون. نور، در اینجا راست ایسا به این طرف گذر. دخترها شما بسیار زیبا شده اید. تشکر. من با بابایم خبر دادم میگویم شما به حضور در اینجا صحبت کرده ایستید، امکم در اونجا. التماس امکت رو با این کار همراه نکن که در هیجانم را بابایت رو فریاد کن. مایل شما صحبت کردن گرید، من میگویم. سلام خانم زیبا، خوش آمدید. به شما چطور یاری رسانم؟ به عقل است تو یگون کس یاری پرسید. کدامش؟ انا اینش. بابا جان، شما آواره شده نفرمایید اینجا بیاید در اینجا صحبت کنید. چی؟ داماد اینجا بیاید در حجره من. تو چی گفته ایستاده ای؟ کنی زود رو با پایان فرا من اومده ایستادم. رفت حاضر تیار شده می آیم. نور جان، تیاری تبین. بابایم آمده ایستاده است. خوش رو شرمگینانه گپ میزنی، فهمیدی؟ نامرد. اصلی؟ تو چطور در حقی من این کار رو میکنی؟ من چی کار کردم؟ با من خیانت کردی. چی؟ هجری. بلا بای استاد. تو حاضر با من سوال دارم نگوی که طبعم خیره است. من روم که استاد اومد. خیر جان. تا بازدید. استاد امانتتان را آوردم. تمام. با من ده. با شما جواب. شب خوش استاد.
دوستم لیکن من یک سوال دارم. کنی زود بگو در درون این چی است؟ شوکت تو هم سوال نپرس. توبه رفتیم. ها باز با بالاش بینشین. من ندیدم. تو با برادرت معامله خنک کن. لیکن برادرت به این نگاه نکرده لباسهای دوست داشته تو را جمع کرده بیاره. ببین برای چی؟ این لباسها را برای آن آوردم که این دنیا را هم ببینی. کدام دنیا شوکت؟ من خودم میشدگیم بر این شدم. این لباسها را گرفته بپوش. روزهای گذشته بر این کمتر رقص و بازی میکنیم. نور تو با من دوست داشته ندارم گفته بودی. دوستم تو کاری درست کردی. دخترها آرام شوید، تمام آرام شوید. تو مگر دیوانه هستی؟ ما جدا شدیم. خیانت چی رو گفته ایستاده ای؟ از بین 1 سال گذشت. تو دیوانه هستی؟ کدام از شما زورو است؟ زودتر بگوید. خانم اصلیه اصلا حقیقت دیده شما بر این نیست. زورو تو هستی. تو حق نداری که با من گپ زنی. آروم شوید گفتیم استاد نزنید. بابایم میفهمد. شنیدن گیرد. اون همه دانه کشمون که شرمنده هسته. ایستا اصلیه گوش کن. حاضر با تو همش رو میفهمونم. آرام شو. چی رو میفهمونی؟ زودتر فهمم. یک بار برای خواستگاری من چونین گل چونین کشیم و کاستیوم پوشیدن نآمدی. برای اینها باشد. اصلیه گوش کن. یک لحظه آروم ایست. تمام حاضر همش رو با تو میفهمونم. تمام خاموش استید. زورو جون بی ممکن نقل کنند. دیگر چاره ای نداری. بابای زهرا با قریبی وفات میکند. میخواهد پیش از مردنش توی زهرا رو ببیند. چی؟ برای خرسند کردن بابایش من اینجا آمدم. دامادی ساخته هستم. بفهم. این همه بازی است. خانم اصلی آرام باشی. تنها خرسند شدنش رو میخواهیم. یعنی شما هر دویتون؟ بله عیناً همین طور. شما فکر نکنید که من بیعقل هستم. آیا در نزد شما یگان کودک هست؟ دامادی ساختن بابایش میمرده بوده است. این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چی من فراموش کردم؟ چرا فراموش کردی؟ 1 دقیقه. تو ما رو اینجا انتظار شو. کمی پس می آیم. وای دوملای عاشق. زورو جان یگون پرابلم هست. نه؟ این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو منجم میکنن؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ میبخشید و این رو از من و از نبیره خودتون پرسید جناب. این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان این یا که این داماد است؟